بهشت برین نصیبتان کنین. 1 دقیقه فکر میکنین؟ بله ها، صدقه 1 دقیقه میتونین برای یک مسلمان صدقه بتین. در راه رفتین 10 افغانی 5 افغانی هر قدری که توانتان بود برشان میتین، ولی این صدقه شما فکر میکنین پول از جیبتان بیرون میشه، ولی پول سرمایه گذاری آخرتتان. هر یک مسلمان 1 دانه نان خریدین، با همسایتان، با کسی دیگه، به مستحق 10 افغانی دادین، یادتان رفت الله متعال این 10 افغانی تانه تبدیل به کوها کرد در آخرت. صدقه دادین که یادتان رفت. 10 افغانی فکر کنین در راه رفتین 1 مسلمان دادین. میشه از خاطر همین صدقه نامه اعمالتان در دست راستان بگیرین. چرا؟ چون اونجا ترازوی اعمالتان خوبتان گرنگ شده. از خاطر همین صدقه فکر کنین برابر شد ترازوی اعمال خوب و بدتان، همین صدقه آمد ترازوی اعمال خوبتان گرنگ ساخت و شما کامیاب شدین، خوشبخت و سرفراز شدین همیشه. پس چرا 1 دقیقه تانه ضایع کردین؟ 1 دقیقه بسیار ارزش داره، بالخصوص به یک جوان و یک خواهر مسلمان بسیار با ارزش است. پس 1 دقیقه تانه هرگز ضایع نکنید.